خیلی متشکرم و ممنونم. در انتها دهه با برکت ولایت رو به شما خوبان تبریک میگم. عید سعید قربان تا عید قدیر خم رو امید دارم که این اعیاد همراه با خیر و برکت و رحمت الهی برای شما عزیزان و خانواده های محترمتون باشه. نزدیک به عید ولایت عهدی سرور و مولامون مولای متقیان حضرت علی علیه السلام هستیم. مولا علی میفرماید اگر انسانها میدانستند که چقدر با هم بودنشان محدود است، قطع به یقین محبتشون به هم دیگه نامحدود میشد. در رؤیای خود با خداوند در ساحل دریا قدم میزدم. همه جا جای دو رد پا بود بر ساحل، یکی از آن من، یکی از آن پروردگار. در آسمان تصویری از زندگی خود دیدم، گاهی فقط جای یک رد پا بود بر ساحل. پنداشتم این باید سخت ترین مراحل زندگی من باشد. آنگاه گفتم خداوندا مگر نفرمودی که اگر به تو ایمان آورم هرگز مرا تنها نخواهی گذاشت؟ پس چرا در سخت ترین مراحل زندگیم من تنها ماندم؟ خداوند گفت بنده من تو را دوست دارم و هیچگاه تنها نگذاشته و نخواهم گذاشت. اگر گاهی فقط بر ساحل جای یک رد پا میبینی، آن رد پای من است که تو را در سخت ترین مراحل زندگیت بر دوش کشیدم. یه دست قشنگ بزنید به عشق خدای عزیزمون برای همه نعمت هایی که به ما ارزانی داشته. دوستتون دارم، به خاطر میسپارم شما رو. شب بر شما خوش. خدا نگهدار.